نبی مکرم اسلام میفرمایند مشاهده کردم که داخل جهنم میسوزند، کنارشان غذاهای با لذت و لذیذ گذاشته، خیلی غذاهای خوب، غذاهای پاک، اما به یک طرف اینا غذاهای مردار بدبوی و خبیثیه که اونها را میخورند. جبرئیل اینها چی کسانی هستند؟ جبرئیل گفت اینها افرادی هستند که مردان و زنانی هستند که مرد زن داره، رفت دنبال زن حرام، از پاکیزه خود استفاده نکرده، این جزایش هست. جزای پاک پیشی و گذاشته، از غذاهای مردار میخوره، غذاهای بدبوی میخوره. یک لحظه انسان فکر بکنه، غذای مردار، بدبوی، متعفن، خبیثه، اینها را استفاده میکنه.